درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم صنعت پر برکت سینمای ایران رو و راجع به پشت پرده هاش صحبت بکنیم که دسته برغذا ماشاءالله یه سری از این سلبریتی ها چرا بهشون خوش گذشته و طاقت دیدن چهره ما رو ندارن. اما اشکال نداره، ما سعی میکنیم که در برنامه پشت پرده به حال افشاگری بکنیم. ریش میشه هم گذاشتیم که قشنگ وام رو هم بگیریم. صحبت. خب امروز در برنامه پشت پرده میخوایم راجع به چند تا موضوع صحبت بکنیم. از ماجرای جدایی خانم نیوشا ضیغمی از همسرش که خیلی سوال کرده بودید توی ویدیو قبلی، گفته بودید که مقدار راجع به دیتیل های ایشون رو پشت پرده‌اش بگو. راجع به شهرام قائدی کوتاه میگیم، رامبد جوان همینطور، لیلا اوتادی همینطور، راجع به شب‌های مافیا هم برنامه ساخته بودیم میگیم. و از همه مهمتر این سجاد غریبی که همون هالک ایرانی که حسابی سر و صدا کرد تو فضای مجازی و رفت یه مبارزه کرد تو خارج از کشور، تا جایی که خورده بود زدنش. حالا صحبت می‌کنیم راجع به ایشون. بهتره همین اول بسم الله از همین آقا سجاد شروع بکنیم. این چهره تو تصویرم می‌بینید به صورت لایو، موس گذاشتم، کیبوردم گذاشتم براتون. میخوام از الان به بعد دیگه افشاگریام یه مقداری لایو تر باشه. این آقا سجاد ان شاءالله موفق باشن توی زندگیشون دیگه. به حال با فتوشاپ و چیزهای مختلفی که بود، اینا اینجا می‌بینیدش دیگه، بله، با فتوشاپ و چیزهای مختلفی که بود اومده بود که هیکل از لولو تبدیل کرد به هولو، قشنگ باز همه چرا گنده کرده بود، اینا جو گرفته بودش. یعنی واقعا این فضای مجازی ببینید واقعا آدما رو متوهم میکنه و نزدیک بود جونش رو از دست بده، چون انقدر کتکش زدن بنده خدا داشت میبرد. زیر 30 ثانیه دیگه حریفش تصمیم گرفت که ایشون رو ناکوت بکنه. و از همه مهمتر این که خواهشاً اگر تو فضای مجازی میخواید فعالیت بکنید جوگیر نشید مثل این بنده خدا. بعد به اسم ایران و نمیدونم پرچم ایران و اینا نرید خارج از کشور. آبروی سایر اصطلاحاً ورزشکاران، چقدر ورزشکارا موضع گرفتن نسبت بهشون، حق هم داشتن. یارو دهنش جر خورده بوده، مثلا رفته تو مسابقات پرورش اندام و تو مسابقات مختلف جهانی و فک و همه جاش ترکیده بوده. کلا 120 تا دونه فالوور داره. ایشون با فتوشاپ و فتوشافت و چیزهای مختلف رسیده به 1 میلیون فالوور و ملت همیشه در صحنه هم خب پیگیر اینجور اخبار دنبالش کردن. بعد جالب ویدیو گذاشته بود اینجوری راه میرفت و اینا کتا فوجای مختلف رو هم باز کردن. نزدیک ببینیش 250 کیلو بیشتر وزن نداره. و از همه مهمتر برگزاری این مسابقه پشتش یک مافیای شرط بندی وجود داشته. بیش از 10 میلیارد تومان برای ایشون سرمایه گذاری کرده بودن که ایشون توی مسابقه برنده بشه. و از همه مهمتر که گفتن بریم یه حریف درب و داغون، یعنی رفته بودن داغون ترین حریف ممکن در جهان رو پیدا کردن که شما هم اگر میرفتید میتونستید 3-0 اون طرف رو بزنید. و حالا فیلم مسابقهش رو نمیتونم پخش بکنم به خاطر اینکه کپی رایتش رو نداریم، قطعا دیدید و جای مختلف میتونید ببینید، نمیتونم پخش بکنم براتون تو یوتیوب، ولی بزنید تو پیج‌های مختلف اینستا یا تو تلگرام هست فیلمش. یعنی آدم یاد دعوای زنگ آخر مدرسه میفته، یه مش میزد 3 دور میچرخید بلکشید گوی. ولی خب اصلش این بود که یه نونو قمار و نونو شرط بندی بوده، دور هم دیگه میخوردن و بنده خدا هم رو برد ایشون حساب کرده بودن. ولی خب باخت ناقابل، به خودش هم پول خوبی میرسه. یعنی اولش 10 میلیارد فقط تو ایران شرط بندی کردن، تو کشورهای مختلف و جای مختلف هم 10 میلیارد جمع بندی کرده باشن و برده باشن، یه 5 میلیارد هم بهش برسه تا آخر عمرشو بسته. حالا میاد یه معذرت خواهی هم میکنه تو فضای مجازی. از این صحبت ها مردم امروز هستن فردا یادشون میره، پس فردا با لامبورگینی میاد توی خیابون جای مختلف و شروع میکنه و میگه که من بدنم آماده نبوده، ان شاءالله مسابقات بعدی هستیم. یعنی از نوع گارد گرفتنش با به خدا بچه 2 ساله هم میدونه چجوری باید گارد بگیره، گارد باز و بگذاریم. خلاصه این آقای سجاد امیدوارم که موفق باشن توی زندگیشون، مقداری هم کمتر فتوشاپ بکنن و کارهای مختلف انجام بدن. هالک مالک هم که دیگه قربونش برم سرش گرده. اما موضوع بعدی این دوتا چهره هستن، خانم نیوشا ضیغمی و آقا آرش، که من در ویدیوی قبلی هم گفتم که خانم نیوشا ضیغمی
همه عکسای همسرشون رو پاک کردن از توی پیج خودشون و گویا ساز جدایی زدن و یه کوچولو راجع به پشت پرده‌اش صحبت کردیم و خیلی از دوستان اومدن کامنت گذاشتن برای ما و گفتن که اگر میشه راجع به خانم نیوشا زیغمی و این همسرش آرش بیشتر برای ما افشاگری بکن. نیوشا زیغمی قبلا یک ازدواج ناموفق داشته. خب حالا اشکال نداره، خیلی ها ممکنه که تو زندگیشون ازدواج بکنن، طلاق بگیرن، تا اینجاش که مشکلی نداره. اما با یه شخصی به اسم مهدی صفایی چندین سال رو ایشون توی رابطه بودن. مهدی صفایی که یه شرکت بادیگارد داشت، اکثر این بازیگرا اینا که با بادیگارد میرفتن این ورای دودش از چش این مهدی صفایی بلند میشه. البته من فالو دارمش توی اینستاگرام و جای مختلف و هی میگه آقا نگو راجع به ما افشاگری نکن. من خب دیگه توی کار رفاقت و اینا سرم نمیشه و میگم و با ایشون دوست بود. حالا 3-4 سال چیز طبیعی هم مثلا تو ایران ممکنه که خیلی‌ها با خیلی‌ها دوست باشن. حالا ما گفتیم که ایشون با ایشون دوست بود، حالا دوست دختر شد. حالا یه چست خیانت اون وسط مسطا میشه. این نیوشا زیاد میرفته دبی میومده و اونجا هم حالا با یه پسر دیگه آشنا میشه. از آقا مهدی صفایی سویچ میکنه روی اون پسره که توی دبی بوده. پسر دبی حالا یه مدت باهاش بوده خرج. بله این چه صدای باحالی بود، ترسیدم. خواهشاً ندایی بدید نوتیفیکیشن میاد رو کامپیوتر. قربونتون برم. خلاصه آقا مهدی سویچ میکنه ازش، میره اون پسره که توی دبی بوده یه مقدار اون پسر براش خرج میکنه، میگه که نه بابا تهش چی نیست، همه سلبریتی ها همشون سر یک کرباسن و از اوشون هم کات میکنه، میره یه دونه فیلم سینمایی بازی بکنه. لوکیشن فیلم برداری توی اصفهان بوده و این که میگفتن که این آقا آرش این که خانم نیوشا زیغمیه کروماکی اینجا میشه ایشون آقا آرش که میگفتن تاجر نورست، یه مغازه نقره فروشی توی اصفهان داشته. موقعی که با خانم نیوشا زیغمی آشنا میشه یه لوکیشن فیلم برداری میخواستن توی اصفهان، مغازه این آقا آرش رو انتخاب میکنن. همونجا هم خانم نیوشا زیغمی میبینه که این بچه خوشگلی و وضعش خوبه و مغازه داره، همونجا مخه رو میزنه. از اون طرف این آقا آرش میگفتن اون بچه خوشگلا بوده، موهای بلند و نمیدونم پولدار و توی کجا زندگی میکرده؟ توی محله مرداویچ. دوستان اصفهانی اگر به من کمک بکنن دمشون گرم. یه بنز کروک داشت و خلاصه دخترکشی بوده برای خودش. حالا همینجوری هم که نه. و همون یه سکانس برنامه هم باعث میشه که فیلم سینمایی باعث میشه که دیگه با هم دیگه آشنا بشن. نشون به اون نشون میاد واسه تولد نیوشا یه دونه ساعت 25 میلیونی 7 سال پیش 10 سال شما 25 میلیون که 25 میلیون بود میگیره و با همون ساعته مخشو میزنه و تو فامیلشون هم میپیچه و از زنش جدا میشه. همزمان که با نیوشا بوده زن داشته این آقا آرشه و بچه داشته و جالبه که این میگه زنم مشکل روحی و اخلاقی داشته، زنه میگه این مشکل روحی و اخلاقی داشته. اما نتیجتاً ما وقتی میبینیم که ایشون رفتن زن دوم گرفتن که همزمان که زن اول داشتن، که خودتون میتونید تشریح در بیارید داستان از چه قرار بوده و میاد با نیوشا. و نکته‌ای که وجود داره این هستش که خب به هر حال یه بازی برد بوده دیگه. ایشون یه آدم معروفی بوده و خانم نیوشا زیغمی پولاده هم آدم پولداری بوده. اون با آرش پولاد چه؟ آرش از این آدمای پولدار بوده و جالبه که پولش رو میگیره میبره توی فیلم‌های سینمایی و جای مختلف سرمایه گذاری میکنه. اون هم از معروفیت نیوشا استفاده میکنه برای بیزینسش و اینا. موقعی که توی اصفهان بوده این مغازه رو داشته ول میکنه میاد تهران. حتی اون صنف نقره فروشا میاد تهران میره با حراست ارشاد صحبت میکنه، حالا با حراست صدا و سیما همینطور. میگه این خانم نیوشا زیغمی اومده زندگی یکی دیگر رو خراب کرده و اصطلاحاً اومده توی زندگیش ایشون زن و بچه داشته، زن و بچه‌شو ول کرده اومده حواستون باشه و این زنا فلانن و بیسانن و یادم نفس فساد این صحبت‌ها میزده. اونم گفتن خب به ما چه دیگه، این انتخاب کردن ما که نمیتونیم ممنوع کارش بکنیم و کار دیگه بکنیم. این قضیه فیصله پیدا میکنه. و از اون طرف من شنیدم که خانم نیوشا زیغمی چندین تا وام میلیاردی، مثلا یه وام 4 میلیاردی گرفته و شوهر خاله این آرشه رو کرده ضامن
وامه رو گرفته، قسط وامه رو نداده، شوهر خاله رفته شکایت کرده، دستش به جای بند نبوده و مجبور شده اون 4 میلیارد به علاوه سودش رو به بانک دو دستی تقدیم بکنه و خانم نیوشای عزیز هم پول رو پرداخت نکرده و اون کسی که ضامن بوده تهیه کرده این پول. گفتن یه بازی برد بود، اون تبلیغات مغازه‌شو می‌کرده، اینم کنارش رفته الان کلینیک زیباییشو زده، از این کلینیکایی که میکوبن میسابن و میسازن. این هم از خانم نیوشا ضیغمی. میرسیم به نفر بعد، این چهره خانم لیلا اوتادی که چند روز پیش هم راجع به ایشون صحبت کردم. ایشون که توی اکثر سریال های پلیسی مذهبی و چیزهای مختلف بازیگری میکنن، تو دولت احمدی نژاد خیلی بیشتر رو مد بودن اگر دقت بکنید. علتش هم این بود که یه چوس دوستی با آقای مشایی داشتن و با ایشون در ارتباط بودن و آقای مشایی زحمت کشیدن و یه سری جاها سفارش کردن که با ایشون باشو یه دوستی داشتن. و جالبه بدونید که یه سری از این سلبریتی ها به حال فن پیج دارن، یه سری گروه های تلگرامی هم دارن. این جالبه بدونید که مثلا تو اون گروه تلگرامیشون میگن آقا بدوید احسان علیخانی نظرسنجی داره برید رای بدید، آقا بدوید فلان پستو گذاشته کامنت بذارید. یه عده خدنگو جمع کردن، یه سری ادمینای پیج و کسایی که مدیر برنامه‌شون رو جای مختلفن و مفت این قضیه رو میبرن. خانم لیلا اوتادی هم داره از این فن پیج ها، اکثر این سلبریتی ها هم دارن. یه زمانی خودشو با تصویر به شما نشون بدم که به این چی میگید شما. ما بهش وقتی یه چیزی رو شما اینجوری، این صدای چی دادنه، خودشو چیز داد و کلی هم رفت به این فن پیجاش که همون فن پیجایی که هست، گفت برید تو فضای مجازی وایرال بکنید ازدواج احسان علیخانی با خانم لیلا اوتادی. میخواست بچپونه خودشو به احسان علیخانی، دست برغذا. حالا احسان علیخانی با راجع پشت برداشت گفتیم اما این مدل رو گردن نگرفت و گفتش که نه نمیخوام. لیلا اوتادی رفت پیچید، رفت با کی؟ رفت با محسن افشانی. بعد دیگه هیچی ندارم بگم و با ایشون بود که براش حالا یه کیفی و کفشی و عینکی هم گرفت و توی شمال، توی رشت نشون به اون توی گلسار. من نمیدونم چه چیزی داریم توی رشت یا نه، دوستان راهنمایی بکنم، ولی توی گلسار، پاساژ گلسار همچین چیزی براش خرید که یه عینک، اونجا یه عینک فروشی هستم طبقه همکف زحمتش کشیده بوده و براش خریده بوده. اینم از خانم لیلا اوتادی. شهرام قائدی هم قبلا ازش یه دونه وایس پخش کرده بودم، با دخترها وایس چت میکرد. الان خوشبختانه یه مقداری داره رعایت میکنه و وایس نمیده به دخترها، از سایه خودش هم میترسه. ببینید برنامه‌های ما چیزای آموزنده هم داره، باعث شده که سلبریتی ها وایس ندن به دخترها، باعث شده که عکس ندن به دخترها و باعث شده که هیچ ردی از خودشون نذارن و یه مقداری در ظاهر خودشون رو پاکتر نشون بدن در فضای مجازی. رامبد جوانم یه مقداری با نگار جواهرام به مشکل خورده بود و رفته بود داشت تیک و تاک میزد با سارا بهرامی. سارا بهرامی خودش تیک و تاک میزد با یه خانم دیگه، ولی گویا فهمید که سارا بهرامی تیک و تاک میزنه با یه خانم دیگه، برگشت رامبد جوان با نگار. و جالبه که کلا رامبد جوان فیتیش دوستی با دوستای خانومشو داره، چون قبلا سحر دولتشویی وقتی که باش بود رفت با دوست صمیمی سحر دولتشویی همین خانم نگار جواهریان که تو خونه سحر و رامبد میومد همین خانم نگار، قبلا تعریف کردم داستانشو و کلا قبلترش هم همینطوری بوده، یعنی پله به پله هر کی بوده با دوستش دوست شده و کارمای بدتر خانومه رو گرفته بوده. این هم از رامبد جوان. راجع به سعید ابوطالب هم بگم که ایشون حالا تهیه کننده و کارگردان شب‌های مافیا هستن. شنیده شده که داره گرفته میشه برنامه شب‌های مافیا از ایشون و ایشون در حال حاضر رفتن ترکیه دنبال بازیگران ترکی میگردن که فارسی بلدن و شب‌های مافیا رو با بازیگران ایرانی ترکی با هم دیگه میکس بکنه، یه کار جدید به دست بیاره که فیلمو دوباره این برنامه رو بهش بده. این حاشیه‌ای هم که تو فضای مجازی یه مقداری وایرال شد، حامد آهنگ و جای مختلف ایشون نقدن پرداخت کرد و بهشون گفته بود که این حاشیه‌ها رو ایجاد بکنید. تازه این خبرش رسید دست من و همه اینها از زیر سر خودش بلند میشه و به حال این حواشی رو گفته بوده که باعث میشه که برنامه‌اش بیشتر دیده بشه. تقریبا
14 دقیقه صحبت. این نکته هم بگم اگه کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب نکردید، دکمه قرمز رنگ این پایین هست نوشته سابسکرایب، اگر گوشیتون فارسی هستش روی مشترک شدن بزنید، ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید که 90% مسیر بهشت رو رفتید، چون اونایی که رفته بودن بهش گفتن که ما کانال پشت پرده رو سابسکرایب شوخی میکنم، ولی خب اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید. و راجع به بهرام افشاری هم بگم که با خانم نیکی مظفریه و همین دیگه، فکر کنم که تا همینجا کافی باشه. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. حال کردید هم برایمون کامنت بذارید. مرسی.